خیلی زحمت میکشی. الان داری چیکار میکنی دقیقا؟ الان دارم بستم بنده. الان میتونم خیلی کار میکنی، زحمت میکشی. میخوام با اینجا بشورم. خب اینجا میکوبه. چیه اینجا؟ اینجا میکوبه؟ میکروبه مثلا. میکروبو میگه میکوب. میکوبه دارم فرار. میکوبا رو همه رو کشتی؟ الان مونده دیگه چه خواهد؟ ببین چرا زحمت کشم. دستت در کمک میکنی به مامان؟ آره همیشه کمک میکنی. چه مامانا باید کمک لازم دارن. خب مامانا کمک لازم دارن؟ بله. دستت درد نکن. من میام کن ماما. ببین داره چی کار میکنه. مامان چیکار میکنه؟ میره باز دارم زحمت میکشم. وای مادر زحمت نکش. مادر تو زحمت نکش. کفا رو باید بشونم. آخه تو زحمت بکشی خسته میشی. من ناراحت میشم مامان. خسته شم چیه؟ وای نه مامان تو اصلا خسته نشو. تو مامان بابا داری، ما نمیذاریم تو خسته شی که. اینجا زحمت میکشم. زحمت کار مامان. تو دستات میکروب نمیره؟ نه دیگه چون از اینا دارم. اینا باعث میشن جوجه برن تو این بمیرن. باعث میشن بمیرن. من برای مامان قشنگ انگار زحمت کشم میگم. مامان قشنگت دورت بگرده. مامان قشنگت؟ مامان تو قشنگتری، تو مهربونتری، تو جانانتری. نمیشه زحمت کشم. خیلی زحمت میکشی. دستمو بشور. دستشو بشور. با دوباره دست. خوبه؟ بس آب هدر میده. آب هدر بره چی میشه؟ هدر میده دیگه. آب هدر بره خب چی میشه؟ اگه آب هدر بره بچه ها چی میشن؟ بچه ها میمیرن. تشنه میمونن؟ سعی میزن آمبولاس آبشون آب بپاشن.